الله ابا خدا شکر بیا تبینا گت بزن شانه برموید گت بزن شانه برموید تا بلبل شود عاشقی روید تا بلبل بشود عاشقی روید کمپی کمپی نه والله قای چه دیگه بیا که بلبل تنانان نانه دهارم من مردک تینجیه نه کندار آورده مردک میگوی توی خطای مردک جون شکلات های گفتگیم کو اینا مردک جون بچه خد توی خودم نبده توی خودم که نمیبود توی همسایه بود آخی توی خود من بچه من نرسی باشه خوندار میکنم آباد میکنم یک جوی کم بیا مردک جون انا بچه ها تا پیرات که مردک جون با خود تو قنق نمیره رنگی توی همون جرخون بری رنگی توی جرخون بری؟ مردک جون اکی دوره که جرخون اویلدار کردیم کو این بچه ها مرده بودن زینشان نمیکنیم فلسفه زندگی رو نمیفهمیدن حالی شکر بچه های بفهم بفرود بعد بچه های کنجکی هایی چی هنره که دارم کو میکنم خیرات که خیلی بچه های کنجک منو دیگه کمپی به هر حالم گفی تو درست های فکراشون رو بفهمم تو چی میگن ای بچه کلونی تو همون کنجکی جون که میگه که تو در طول زن بودی چی میگن درست جورا خونه جورا خون جان که دو اما چم یه لحظه بیا کجا مصلحت های مصلحت حاضر جهانگیر چی میکنم جورا خون چه؟ یا بچم بیا بیا بچم یکی یه مصلحت چه اوتا؟ بیا برو دو دارا تو فرار کردی بiri musafir şişne darım can. Şişne pizade senin abi. بچم ما قضی کمپی رو شد یک مصلحت داره نه رفته بابا بیا با مسئله بچم اما رسانه به تیجه شکر خدا چه نیت نمی دولت بابا تو آمدو نمشه جون بیا بچم بیا بچم السلام بیا علیکم بچم برای او چند بشی بچم جانگی جان لا بالا بیا کنجه را میگم کنجه درساش درساش Hey Begum uşak kesin arıtı. Tinci yer. بچم تنجی اگه میگن که پراکنده لشکر نباید بکن حال که سرجمه یه یک نیتی نکرد بچم Ana min niyati nekde bu ham kur. ای رحمه کنی فهمیم چی نیت بوده اوتا؟ این شما را که ما آباد کنم خرسندم تنه قرضی پدریه بچم اگه همه جوانگیر هم که خانه آباد کنم که و من با آچتان که بیت تشویشیم بچم بعد درس میخونیم؟ Man dar ham donishkada mekhondum tamom kadim donishkada ra. Ya mekhona tamom mekno. اکو قبیسیار نه کمپین در ساله که دیگه مانده بود میکنم اینجا نه که باید مسئلتی هسته بچه Mayl shoxi bu ham maslahat xita kur. همه تویده هر کس باید که مسئول یک کار باشم چی گفته؟ O behtarin. خب انا که همه توی دادری آخرانگی های که اینجا گیتون که کی چی وظیفه را با عهده میگیرم من همین بزاری، شیرینی، شهد و شکر همش در دوش من میکنم اوتا من بچم کمپش میگی سبز واد میوگی من خاند در سرخون آراسته کردن سیلان بگرده گیری البته گوشت چی؟ گوشت مول زنده نمیکشیم یک گوسفند بیارم بچم میگم که همین کم مصرفتر شود کمتر گوشت بیاریم معرکه را مایل اوتا جان چیزی که شما گوییم باید مسئلت بگذارونیم مایل رحمت بچم Kam boşadı khub boşadı. خوب جمشد جان نباید تو چی نیت داری باشم؟ کنگو؟ من همون برای نکار رفتم ماشینا را تشکیل میکنم موتر بعد نواربرداری را قطعی موسیقی ها و با حافظاشه که بگردن میگیرم حافظاش هم بگرم میگم آفرین بچم آفرین خیلی اکر نیتی نه که خرسنگی یکم تنقص بازی میکنیم رحمت بچم برکت بیاریم بگم که بچه ها این بچه کلانی خانه چی نیت داشته باشم Ey ota. Oxi ham ero bakala giriftan. Oxi hamu tuya ki xabar mekna. خواهد
درست بچم کو انا که همه توی خبر کنمش آدم خوندگی تمام کسی خوندگی دانشگاه را خوندگی همه خشتاور را میدونم رفتگی اومدگی همه را مخبر خبر میکنم یه زوری اکه زوری همون خانه‌هایش که تبارای دور نزدیک رفته گاب زده میویا که یکم دعوتنامه هم ببری حالی میره گام میزنی کو فقط عیادش میبرورا باید دعوتنامه یکم خیلی کاغذ سفید بوده دادن نکو که بخونه که همین در یکم جمعونه بود عیادش بیا هم راست تا جان همین یک خیلی مهمانای به قدر همین دعوتنامه خوبه یک با یک قدر و میشود دیگه میشه با که یک خیلی همون دعوتنامه فرمایشتی که بازی باشه همین خیلی بازی بش میکنیم که وقتم دانشکده خوندگی مخوید وقت میدم چیکار کنم بچه میفهمیده که این دانشکده زبان رو خوندگه خوش کن جون خان جان همون دعوتنامه را رنگ بار شد همه شو تا جون یک نمود بازی میکنیم میارم من نشون میکنم گوش کن. خودت میبینی میگو که ده تشمه ربطه هم بالاش شعر نوشته هم بچه هم شیر شد منور از قدومی دوستان کاشانم خانه فانوس دست میمان شام من پروانه چی میخندی؟ اکه در خونه ما توی ایوخیبا نخندیم این خورسانی اوتا نگو کن بچه گوش کن عملته من چه خودم چرا میفهمم آی همه یکم گوشتی فقط مرا کینویا میزنه استغفرالله گوش کن بچه زیر بچه همه چیزا من خودم بچه من نمیفهم های را نگو کوتاقی بچه ما فقط بچه مرا خوبه یک کینویا میزنم یکم بچه شوخه یک بچه دیگه نمیگم اینم من خواب فقط کینویا میزنم مرا این نمیدارم بس اکه اینم من خواب بچه جلدال گفته چی میگی؟ شوخه یک چی میگو؟ گوش کن بچه نیت نکردیم کو ای پای کار شدم راست بیا یا دوته بخیزیم یا دوته بخیزیم خداوند مهربان الهی پروردگار هر نیتی که نکرد به اون نیت‌ها لیک برسید با یک خندیرم کار با شیری شود نه کنجگی این بچه ها میگفت حالی کدومی شده خونک اون هیچ کدومش مرده یک دمک بیش نمیده حالی هیچ کش نسته نه مرده جونا دیگه از هر زنگ زدم مرده کمپین کش شد اومده میگم که محمد سعید جمشید جان و حیات شما همون گفتگی هم اجرا کردم انا دلپری هست همین جورا خان قدیلم پر نه کمپین چی مرده؟ همون دعوتنامه گفتیم کو همون را نوار کمپین سهر مرا زنگ زده بود چی گفت؟ باز میام بود میام گفت؟ او مرده جوشیده گفت شکر اوتا جان اینم بیا هرچی همین رو آخر روز تیار کردم دعوت نمارا در خدی ها مشاگیر تو اومدم اوتا جان در خدی سر تقل چرا آفرین آفرین 150 نفر دعوت نما همجا تشکیل کردم ای رو تنظیم این تنظیم اما ریویا کدگی آفرین بچه این تنظیم نمیشوه آفرین بچه اینا نگاه دعوتنامه یک دعوتنامه بازه بیکردم نگاه کن اینا نگاه کو بچه اگه استخدام میبینم اگه استخدام میبینم با نصیب باشه خوب خوشرو آمده تا نگاه گل موندم جا شدت بو شعر نویستم اجازه خوب ده اینا دعوتنامه بچه ای همه چند دانه او گفتم که 150 دونه نه بود ای همه 150 همین دانه 150 دونه دوری کامر در موندگی نویستگی تیاره یک تو مرا چی گفتی؟ و گفتم که دعوتنامه تیار بکنم یورم یک تیار کردم یک تو مرا گفتی که من دانشکده را با سری بلند خوندگی سری بلند خوندم زبانم میفهمیدگی و تو زبان هم که بفهمی خیلی خوب تا نفهمیدم آخه تعبیر دیدی؟ چی را مرده چیکو کده؟ ای این بچه تا دیدی چیکار کرد؟ نیوخی چیکو کده؟ این بچه که بنویسه که دعوتنامه این نوشته که دولتنامه آخه اوتا معقول نشی آخه تو چیکار کردی؟ چی نوشته تو؟ بچه دولتنامه نوشته تو میگم که اون تپاگراف یا ساعت قدیم جانجول کرد ما گفتم هم خیلی بنویس همه 150 تا گفتی؟ 150 تا تشکیل گوش کن انا همیشه دستی ما بدگیره کو نمی همیشه یه حیله کردن ممکنه چی؟ نه که واشه نمیشه
او چخیل یا 150 تا یا 149 تا دیگه چه کجا میبری؟ گوش کن انا اینشا توی تکو توی دولت مراد دولت همون توی دولت مراد همه بریم چی؟ همین دولت نامه با همون توری میاد انا اواشا که منو میفهمم یا 149 تا دیگه چیکار کنیم با؟ یا 149 تا دیگه را اگه یا 149 تا دیگه تمدانی و اما تفگرف